خب عزیزان، کارگاهی که ما داریم که در 4 جلسه قرار برگزار شه در مورد روش تدریس هارمونی تونال کلاسیکه. یعنی که چطوری از ابتدا تا مراحل پیشرفته بتونید هارمونی تونال کلاسیک رو به شاگرداتون یاد بدید با سلایق مختلف، با توانایی‌های مختلف، با تنبلی یا مثلا فعالیت هنرجو. یعنی که با شخصیت‌های مختلف شما چطوری بتونید هارمونی تونال کلاسیک رو به بهترین شکلی به در واقع شاگردتون یاد بدید. طبیعتاً الان این حالت در واقع اینم بهتون بگم که حالت پکیج مانند این قرار ضبط شه، بعداً هم بچهای دیگه که خواستن هم میتونن بیان استفاده کنن، یعنی بیانو در کانال وصف کردن اینا، اونایی که میخوان داشته باشن. بنابراین روش توضیح من اینطوری که من مسائل رو توضیح میدم، هر چیزی رو میگم اصلا با هم دیگه رو وارد بحث نمیشیم. زمانی که یک موضوع رو به طور کامل توضیح دادم، بعد آخرش میگم عزیزان هر سوالی که دارید من در خدمتتون هستم. بنابراین در موقعی که دارم توضیح میدم خواهشاً هیچ سوالی ازم نپرسید که بتونه با کیفیت خوب بره جلو، چون اگر هی پرسش و پاسخی بریم جلو کلی وقتمون میره و بعداً اصلا نمیتونید درست از این مطالب استفاده کنید، چون طبقه بندی شده و درست همه چی رو میخوام پیش برم مرحله به مرحله. مثل اون کارگاه سولفژ که اگه کسی شرکت کرده بود یا تئوری موسیقی به همون شکله، یعنی همه چی طبقه بندی شده پیش میخواد بره. فقط در پایان هر فصل که تموم شد یک مکسی میکنم، میگم هر سوالی داشتین در خدمتتون هستم. اونجا هر سوالی داشتین من در خدمت شما هستم. بنابراین یک کاغذ قلم بغل از خودتون بذارید، هر سوالی که به ذهنتون میرسه بنویسید. در حینی که دارم توضیح میدم لطفا نپرسید. وقتی که صحبتام تموم شد و گفتم حالا بفرمایید، هر سوال داشتین بپرسید که وسط کار ما توقفی ایجاد نشه، بتونیم کارمون رو درست و تمیز پیش ببریم. این کاری که قراره در این کلاس اتفاق بیفته. و طبیعتاً چون من مخاطبینم کسانی هستند که یا میخوان هارمونی رو تازه شروع کنن درس دادن، یا هارمونی رو دارن درس میدن و معلمن و میخوان بهتر درس بدن، بنابراین دیگه کاملا تخصصی و حرفه‌ای صحبت میکنم. یعنی اصلا نمیدونم مبتدی و اینا اصلا صحبت نمیکنم، کاملا دارم با یک معلم حرف میزنم. یعنی معلمی که یا در واقع در حال تدریس هارمونی یا میخواد هارمونی درس بده. دیگه وارد این نمیشم که این چی میشه اون چی میشه، اینا رو دیگه اگر کسی نمیدونه باید حالا یا بیاد یاد بگیره، کلاس بیاد، یا بره پیش هر کی دوست داره بره کلاس یاد بگیره اگر مطلبی رو نمیدونید. بنابراین مخاطب من کسانی میشن که مخاطبین حرفه‌ای میشن. برای همین اگه دقت باشین تعداد این کلاس فکر کنم اولش 9 یا 10 نفر شده، یعنی نسبت به کلاسایی که عمومی‌تر بوده. کاملا بحث تخصصیه در این کلاس. اینم از این مسئله. حالا خب من شروع میکنم و بعد همونطور که گفتم هر جا چیز شد مکس میکنم و با هم دیگه در مورد مسائل صحبت میکنم. ببینید عزیزان، شما میخواید یا هارمونی رو درس بدید یا هارمونی رو دارید درس میدید و میخواید که بهترین معلمی باشید که میتونید در حد در واقع گنجایش خودتون این کار رو انجام بدید. ما در ابتدای کار باید یک مقدمه داشته باشیم راجع به این که چه ضعف‌هایی ما داریم در تدریس هارمونی در ایران، در کشور خودمون. ما در مورد این ضعف‌ها یه صحبت اساسی داشته باشیم و بعد وارد مسائل بعدی بشیم. ضعف‌های بزرگی که در آموزش هارمونی تونال کلاسیک در ایران وجود داره، یکیش مربوط به این موضوع میشه که به صورت عملی و در واقع با ساز و اینا این درس در ایران عموما درس داده نمیشه. یعنی شما نگاه کنید معمولا در دانشگاه‌ها، اهم از سراسری علمی کاربردی هر جا، معمولا یه معلم هارمونی میاد یا حتی کلاس هارمونی که رفتید میاد یه سری مطالب تئوریک رو به شما میگه بدونی که خودش رو پیانو براتون اجرا کنه یا شما رو وادار کنه که رو پیانو براش اجرا کنید و یه سری مباحث تئوریک در واقع مطرح میشه و شما فقط باید این مباحث تئوریک رو یاد بگیرید و بتونید مثل ریاضی یه سری تمرین‌ها رو حل کنید. و این بزرگترین خیانتیه که ما میتونیم به شاگرد بکنیم. از چه جهت بهتون توضیح میدم. هارمونی، درس هارمونی تونال کلاسیک برای اینکه ذهن و گوش شاگرد پرورش داده بشه و بتونه با ادبیات، یعنی اقیانوس ادبیات موسیقی کلاسیک آشنا شه از طریق ذهن و شنوایی. از روز اول با هنرجوتون باید اینطوری کار کنید که باید وادارش کنید که رو پیانو حتما یا رو ساز کلاویه حتی هر چقدر کج و کله، ولی تمرین‌های هارمونی رو اجرا کنه و دونه دونه رو با گوش درک کنه و از یه جایی بعد باید وادارش کنید که حتی بخش‌های مختلف صوتی رو براتون بخونه، یعنی بتونه هی بیشتر بشنوه. طبیعتاً
به گنجایش اون هنرجو، ظرفیت پذیرشش و استعدادش مربوط میشه که ما چقدر ازش چیزی رو بخوایم. چون اگر زیاده روی کنیم در خواسته هایی که لازم داریم، طبیعتا اتفاق بدی که میفته اینه که اونو زده میکنیم یا اصلا از هارمونی در واقع زده میشه و این درس رو میذاره کنار و میره دنبال کار دیگه، یعنی ولش میکنه. اصلا حواستون باشه میزان فشاری که میاریم باید منطقی باشه، ولی باید اصل اون بر این مبنا باشه که هارمونی قراره شنیده بشه و به لحاظ عملی تجربه شه. و اگر در نهایت نتونستید راضیش کنید که با ساز بزنه، گفت آقا من ستار میزنم، تار میزنم، هر کاری کنم نمیتونم، با پیانو بزنم نمیخوام بزنم، دیگه چاره‌ای نداریم جز اینکه چه چاره خوبی هم نیست حقیقتا، ولی چاره‌ای نداریم جز اینکه بگیم آقا شما خب یک راه داری، اونم اینه که توی نرم افزار تمرینات هارمونی رو بنویسی و بعد پلی کنی و بشنوی و با گوشت اینجوری درک کنی حداقل، یعنی دیگه حداقل کاری که میتونی بکنی. پس یکی از ضعف‌های ما در ایران این بود که هارمونی به صورت عملی و کاربردی بر روی ساز اجرا و شنیده نمیشه. ضعف دومی که در درس هارمونی، در تدریس درس هارمونی در ایران وجود داره و خیلی ضعف بزرگ دیگه هم هست، اینه که عموما هارمونی تونال کلاسیک به صورت فانکشنال یا کاربردی آموزش داده نمیشه. عموما، نه همیشه. در کلاس‌های هارمونی میان میگن آقا یه سری فونکسیون داریم درجه 1 2 3 4 5 اینا همه هستن، شما اینا رو باید در واقع به همین آکوردها رو وصل کنید و اتفاقی که قراره بیفته اینه که فقط خطاهای هارمونی رو نداشته باشیم مثل پنجم موازی، اکتاو موازی، اینا که باز هم این خطاهای هارمونی هم تازه به درستی آموزش داده نمیشن متاسفانه، که شاگرد دقیقاً بدونه با چی طرفه. در واقع ضعف دوم بزرگ اینه که پس هارمونی به صورت فانکشنال، میکروفون رو عزیزان خاموش کنید ممنون میشم، هارمونی به صورت فانکشنال یا کاربردی آموزش داده نمیشه. مهندسی هارمونی در واقع به هنرجو آموزش داده نمیشه. ما به هنرجو نمیگیم که مثلا فلان فونکسیون آوردی برای چی آوردی، فلانیو برای چی آوردی، قبلی برای چی اومد، بعدی برای چی اومد، اصلا راجع به اینا هیچ صحبتی نمی کنیم تحت هیچ عنوان. فقط میگیم یه سری فونکسیون هستن پشت سرم قرار میگیرن، خطا نداشته باشه. و این دو ضعف عمده و کلیه. حالا ضعف‌های دیگه در تدریس هست، مثلا اینکه در تدریس نه هارمونی در دروس دیگه هم هست که طبقه بندی شده به شاگرد آموزش داده نمیشه دروس. مثلا میگیم آقا خطاهای هارمونی، بعد میریم تو کتاب‌های هارمونی میبینیم هیچ جا طبقه بندی شده و مشخص خطای هارمونی رو درس ندادن. خب آقا یه گروه مثلا الف داریم اینجوریه، ب داریم، پ داریم، خطای دو بخشی کدومان، میبینی آقا یه اشاراتی همیشه به خطاها شده و به صورت دقیق و طبقه بندی شده هیچ مطلبی دقیق آموزش داده نمیشه متاسفانه. پس این سه تا چیز اگه بگیم بیشتر، اون دو تا اولی و اینم ضمیمش کنیم، خیلی مسائل مهمی که اگر شما میخواید معلم خوبی باشید باید بهش بپردازید. اما اگر من میخوام معلم خوبی باشم و شاگرد به من اعتماد کنه، اول باید خودم درستی مطلب رو یاد بگیرم. من نمیتونم از شاگردم مدولاسیون پراتیک بر روی پیانو، مدولاسیون عملی بخوام بدون که خودم انجامش داده باشم. من نمیتونم از شاگردم بخوام که دونه دونه تمرین پراتیک رو ساز انجام بده بدون که خودم براشون تسلط داشته باشم. من نمیتونم مهندسی هارمونی رو از شاگردم بخوام که به درستی انجام بده بدون که خودم یاد گرفته باشم فانکشنال با موضوعات برخورد کنم. من نمیتونم طراحی فونکسیون از شاگردم بخوام بدون که خودم تجربه کرده باشم. پس بنابراین خودمون هم باید به درستی همه اینا رو یاد بگیریم. یا بلدیم یا اگر بلد نیستیم باید بریم یاد بگیریم و بتونیم نسل بهتری از خودمون پرورش بدیم. همونطور که الان من به عنوان نسل قدیمی‌تر از شما به شما جوان‌تر از خودم دارم یه چیزی انتقال میدم، شما همینطور این کار بتونید برای هم نسلاتون یا نسل کوچکتر از خودتون انجام بدید. و اما تمرکز من در آموزش‌ها هارمونی بر چه مواردی، در واقع چجوری تقسیم می‌کنم هارمونی و چه مواردی برای من خیلی مهمه. یک، اینکه شاگرد حتما به صورت فانکشنال و در واقع به صورت عضو میخوام به صورت عملی بر روی پیانو هر چیزی رو اجرا کنه. و این تمرین عملی رو من به دو قسمت تقسیم میکنم در تدریس هارمونی. یک قسمت تمرین هاییه که توسط هنرجو نوشته شده و حل شده که اینا رو باید رو پیانو حتما اجرا کنه. یک قسمت هم تمرین های پراتیک، هارمونی پراتیک یا هارمونی عملی بر روی پیانوه که سوا از اون تمرینایی که حل میکنه هر جلسه باید اینها رو بهش میدم که باید مثلا وصل‌های مختلف رو پیانو به صورت ذهنی بر روی پیانو و پراتیک انجام بده. این یه موضوعه. موضوع بعدی که در تدریس هارمونی برای من خیلی مهمه اینه که از یه جای به بعد، از یک مرحله به بعد در هارمونی شروع میشه، آنالیز قطعات ادبیات تاریخی موسیقی تونال کلاسیکه. از موزارت و شوپن و باخ بگیریم تا اسکریابین و غیره، که این آنالیز باید به صورت فانکشنال و درست و کاربردی
بنابر سیستم تونال انجام میشه. موضوع بعدی که در آموزش برای من مهمه که اکثرا شاگردا البته ازش فراریان ولی خب خیلی مهمه برای من، موضوع طراحی یک تمرین هارمونیه که به لحاظ فونکسیون و غیر و غیره از 0 تا 100 یک هارمونی خودت بتونی طراحی کنی با منطق که زیبا صدا بده. حالا چه خاصیتی داره راجعش صحبت میکنم. در مورد آنالیزم که باتون صحبت کردم. موضوع بعدی که برای من خیلی اهمیت داره در تدریس هارمونی که متاسفانه در کلاس‌های هارمونی آموزش داده نمیشه، قضیه مدولاسیون پراتیک یا مدولاسیون عملی بر روی پیانو. چون معتقدم که عزیزان هر درسی رو که ما به شاگردمون آموزش میدیم یک بدنه اصلی مثل تنه درخت داره و یک سری شاخ و برگ فرعی داره که بدنه اصلی تدریس در هر درس رو باید مشخص کنیم. در درس تئوری موسیقی مثلا بدنه اصلی میشه بحث میزانها، بحث فواصل یا اینتروال، علائم سرکلید و عرضه گام‌های ماژور و مینور، علائم سرکلید مدهای کلیسایی، آکورد شناسی و زمان ضعیف و قوی. این میشه بدنه اصلی تئوری موسیقی. مابقیش فریاتش که با مطالعه میتونیم دریافت کنیم. و اگر بخوایم نقطه مرکزی دایره اصلی تئوری موسیقی بگیم چیه، بحث اینتروال یا فاصله است. فاصله رو بعد باش در تئوری موسیقی تو مشتته. بریم سراغ هارمونی. هارمونی بدنه اصلیش در واقع کجاست؟ اون بخشیه که میرسیم به خروج‌های موقت و مدولاسیون. اگر تونستی در واقع این مرکز موتور هارمونی رو به شاگرد درست یاد بدی، یعنی بتونه درست مدولاسیون کنه، چه به لحاظ عملی روی پیانو، چه به لحاظ تئوریک بر روی کاغذ، و بتونه خروج‌های موقت رو درست انجام بده، شما مغز هارمونی رو بهش یاد دادی. بقیه‌اش نمیشه سراز، یعنی قله هارمونیه. بنابراین یکی از چیزایی که برای من خیلی مهمه در تدریس هارمونی که متاسفانه تدریس نمیشه معمولاً، بحث مدولاسیون پراتیک یا مدولاسیون عملی بر روی پیانوه که برای این قضیه اصلا من یه پکیجی مجموعه آفلاینی اصلا درست کردم. هر کسی که میخواد بره درست کار کنه میتونه بره اونو بگیره و بشینه کار کنه، چون اون چیزیه که ممکنه چندین ماه آموزشش طول بکشه. معمولا 5 6 ماه حداقل آموزشش طول میکشه، ولی در اون مجموعه هست و میتونه بره ازش استفاده کنه و حالا کارش انجام بده. حالا بریم سراغ این که ما راجع به این صحبت کنیم که در از ابتدا، مراحل ابتدایی که در واقع قرار داریم، ببینیم چطوری هارمونی رو باید با همدیگه پیش ببریم و کار کنیم از ابتدا.